ملای نامولا را قسم بده، بگم ملای نامولا که سالای ملت به جهنم کشاندی، دل سرش نسوختاندی، یه ملت بیچاره و بسیار مشکل پیسه را پیدا کرده و تو پیسه از این را کجا مصرف میکنی؟ مرده شده به جای از این که برش بگویی که برو امی برنج و روغنی تا در یک مدرسه بنداز، یک ساله خرچ و خوراک 30 نفر حافظ قرآن شود، بنداز. حاجت به کاکا و ماما و بچه کاکا و بچه ماما و وزیر و آجی و مولوی و وکیل نیست که تو رقه روان کنی طلب کنی شد. نمیفهمن که کدامش ثواب داره؟ امی ملای نامولا را قسم بده که کدامش ثواب داره. شک و شبهه دیش است، ولی ما خود گول میزنیم. چرا امی کاری که بی شبهه است نمی کنیم انجام؟